سلام مجدد وطندارای عزیز، روز بخیر، انشالله خوب باشین. بازم محمد فردین مجید در خدمت شما هستم. دوستان، وید از دوستای ما که خواستار کاهش وزن بودن، حالی طریقی را که براتون در ویدیو به معرفی گرفتیم، حتما این طریقه را شما پیش ببرین. هم به طبقه ذکور استفاده میشه، هم به طبقه اناث استفاده میشه. دوستا، در قدم نخست از زعفران استفاده میکنیم. اگر زعفران نبود، چای سبز خالص را میگیریم، خوب در یک ظرف جوش میتیم، بعد در یک گلاس اضافه میکنیم. بعدش 2 عدد لیمو رو میگیریم، آبش بالایش اضافه میکنیم و یک برگ خود لیمو رو اضافه میکنیم. این 2 عدد که اضافه شد، دارچین که یکی از گیاهای خیلی مفید است، دارچین رو اضافه میکنیم بالایش و خوب میکسش میکنیم. اگر زنجبیل تازه در دسترستان قرار داشت و اگر تازه قرار نداشت، زنجبیل خشک استفاده میکنین، این خوب میکس میکنین. 2 تایم استفادهش میکنین دوستا. یکی هنگامی که صبح از خواب بیدار میشین با معده خالی و هنگامی که استراحت میشین از طرف شب، این استفاده میکنین که سطح شحمیات بدن پایین بیاره. لایک بکنین، سابسکرایب فراموشتان نشه تا بتونیم طریقه ها و راهکارهای آینده به خاطر کاهش و افزایش وزن ما براتون پیشنهاد بکنیم.